سلام دوستان. به زبان چینی کلمه آبرو میشه تلفظش میشه مینزه 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 کاراکتر نوشتاریش به این شکل هست. میایم یه همچین حالتی میکشیم، یه دوتا خط اینجا، دوتا خط هم اینجا، یه همچین حالتی تکج میاد اینجا. این میشه مین زشم، یه همچی حالتی. این میشه مینزه به معنی آبرو، حیثیت. بعد پینینش پینینش اینطوریه: یه دونه ام آی ای که صدای کوتاه بده، ان زد آی میشه مینزه. یه مثال خیلی ساده که بخوایم به کار ببریم میشه تایو مینزه، یعنی او آبرو دارد. تایو مینزه هم شکل کاراکتر نوشتاریش هم اینجوریه، یه همچین حالتی میشه تقریبا. یه خطی هم از اینجا میایم، بعد یه دونه خط اینجوری، یه خط اینجوری. این میشه تا یوشم میایم یه همچین حالتی میذاریم. خب بعد یه همچین چیزی تقریبا میشه. دوتا خط اینم پایین هم سطح این شد. این تا یو لو مینزه میایم همینو اینجا که بذاریم، همین کاراکتر رو که اینجا بذاریم اینطوری میشه، یه همچین حالتی. مینزه. این میشه تا یو مین زه میشه، اینجا می نویسه میشه او آبرو دارد. یک مثال ساده: تایو مینزه. ممنون که همراه بودید. اگه دوست داشتید لایک کنین، کامنت بذارید. خدا نگهدارتون باشه.